سلام دوستای عزیز، وقت شما بخیر. آیا میدانستید که جستجو کردن بورسیه از طریق صفحات فیسبوک و اینستاگرام ضعیفترین روش جستجوی بورسیه است؟ در این ویدیو میخوایم 3 تا نکته را درباره جستجوی بورسیه به روش تخصصی با شما شریک کنیم تا همیشه گزینه مناسبی برای اپلای کردن داشته باشین. نکته اول است که روزانه برای جستجوی بورسیه وقت مشخص در نظر بگیرید. روزانه حداقل نیم ساعت تا 1 ساعت درباره دانشگاه‌ها و فرصت‌های تحصیلی تحقیق کنید. برای هر کشور زمان مشخصی در نظر بگیرید و وبسایت دانشگاه‌هایش به طور منظم بررسی کنید. قوانین و شرایط دانشگاه‌های یک کشور معمولاً شباهت بسیار زیادی به هم دارند. بعد از مدتی به خوبی متوجه میشین که چه زمانی پذیرش‌ها آغاز میشه، چه نوع فرصت‌ها موجود است، چه اسنادی نیاز است و چگونه باید برای او آماده شوید. به مرور زمان جستجوی بورسیه به یک عادت و حتی سرگرمی مفید برای شما تبدیل خواهد شد. نکته دوم است که به گروه‌ها، نتورک‌ها و فارغ التحصیلان بورسیه ها متصل شوید. این کار به شما کمک میکنه تا با شرایط و قوانین نانوشته بورسیه ها آشنا شوید. نکاتی که معمولا در وبسایت های رسمی ذکر نمیشه اما در موفقیت شما نقش حیاتی دارند. همچنین میتونین از تجربه های واقعی دانشجویا و فارغ التحصیلا استفاده کنید. اشتباهات رایج را تکرار نکنید و درک بهتری از روند اپلای، مصاحبه و زندگی دانشجویی در آن کشور به دست آورید. گاهی یک مشوره و تجربه یک فارغ التحصیل میتونه مسیر شما را بسیار کوتاه‌تر و روشن‌تر بسازند. نکته سوم است که وبسایت ها و منابع اصلی را دنبال کنید. لینک ها و وبسایت های نهادهای رسمی بورسیه دهنده را ذخیره کنید تا همیشه به اطلاعات دقیق و بروز دسترسی داشته باشید. بسیاری از کشورها نهادهای مشخصی برای اعلان فرصت های تحصیلی دارند و برخی پورتال های معتبر نیز بورسیه های تحصیلی را معرفی میکنند. به یاد داشته باشید که یک جستجو کننده حرفه‌ای منتظر شانس نمیماند، بلکه با تحقیق و برنامه‌ریزی همیشه چندین گزینه مناسب برای اپلای و تحصیل در اختیار دارد.